سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 نوامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جاری شدن جزاهای شدیدتر بعد ربودن معاون رئیس اوریان بانک. جزا برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به کودکان در تاجیکستان سخت‌تر شد. بلاگر تاجیک منیژه امیدالله دعوتش به مقامات و پروتکل شدنش را شرح داد. در تاجیکستان کوسه‌خانه سری اشتر 2.5 میلیون ساله را یافتند و اکنون تفصیلات خبرها. بعد حادثه پرسر و صدای ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریان بانک شورت اسمت‌اللهیف جریمه برای استفاده رقم‌های بیگانه 3 مرتبه بالا برده. برای استفاده رقم‌های قلبکی حجم جریمه را 5 مرتبه بالا برده. برای چنین عمل حکم زندان نیز جاری کردند. خبرگزاری روسی تاس روز 29 نوامبر سال 2023 خبر داد که متن تغییرات وارد شده به کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان در پایگاه رسمی معلومات حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. از جمله بر اساس تغییرات جدید به ماده 313 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان اکنون برای استفاده از رقم‌های بیگانه یا به نفر دیگر دادن رقم ماشین جریمه به مبلغ از 30 تا 50 نشان دهنده برای صبح‌ها با محروم کردن از حق رانندگی به مهلت تا 1 سال پیش بینی شده است. تا پایان سال جاری این جریمه ها از 2040 تا 3400 سومونی، یعنی از نزدیک $200 تا بیش از $300 را تشکیل خواهند داد. تا حال جریمه برای استفاده رقم‌های بیگانه از 680 تا 1200 سومونی، یعنی از تقریبا $60 تا نزدیک $100 را تشکیل میداد و مهلت محروم کردن از حق رانندگی تا 6 ماه بود. اکنون استفاده رقم‌های قلبکی را از این ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان برآورده به ماده 212 علاوه یکم کودکس جنایتی امر کردند. این بند قانون برای ساختن، نگاه داشتن، استفاده و یا به کسی دیگر دادن رقم‌های قلبکی واسطه نقلیات همچون جزا جریمه به مبلغ از 500 تا 1000 نشان دهنده، یعنی از 34000 تا 680000 یا حدوداً از 3 تا $6000 و یا تا 2 سال حکم زندان پیش بینی شده است. گفتنی است که از 1 ژانویه سال 2024 حجم جریمه ها نیز بالاتر می روند، چون که حجم نشان دهنده برای صبح‌ها 5.88% افزوده از 68 سومونی به 72 سومونی رسانیده می شود. در ماده 212 علاوه یک همچنین جوابگری جنایتی برای استفاده رقم‌های قلبکی هنگام صادر کردن یگان جنایت و یا برای پوشاندن آن نیز همراه کرده شده است. برای چنین عمل می توان از این به بعد از 3 تا 5 سال حکم زندان بدهند. طلب شدیدتر کردن جزا برای استفاده رقم‌های بیگانه و قلبکی را ماه ایول سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پی در ماه ایول سال جاری ربودن و کشته شدن معاون اول رئیس اوریان بانک شورت اسمت‌اللهیف در میان گذاشت. امامعلی رحمان آن وقت سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی و معاونانش را برکنار کرده طلب کرد تا تمام کارمندان بدهه از اتستاسیون گذرانیده شوند. در پی آن تنقیدهای پرزیدنت مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که برای تهیه تغییرات به قانونگذاری به خاطر سخت‌تر کردن جزا برای استفاده رقم‌های قلبکی و بیگانه یک گروه کاری تشکیل شده است. بر اساس تغییرات وارد شده به کودکس جنایتی تاجیکستان جزا برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به کودکان در این کشور سخت‌تر کرده شد. این تغییرات قبلا از جانب پارلمان قبول شد. روز 13 نوامبر سال 2023 از سوی پرزیدنت به امضا رسید و اکنون به اجرا درآمد. بر اساس طرح نو ماده 142 کودکس جنایتی تاجیکستان از این به بعد جزا برای حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به شخصان برعلا به سن 14 نرسیده از 5 تا 8 سال زندان را تشکیل خواهد داد. تا کنون جزا برای چنین اعمال از 2 تا 5 سال زندان بود. همچنین بر اساس تغییرات اخیرش شخص گناهکار را می توانند برای عمرباد از حق اشغال برخی منصب‌های معین و مشغول شدن به فعالیت‌های معین محروم کنند. این طلبات قانون شرح داده نشده است، ولی ظاهراً چنین شخصان را از حق کار در مؤسسه‌هایی که برای کودکان پیش بینی شده‌اند، برای مثال در کودکستان‌ها، باغچه‌های کودکان، مکتب‌ها
و محفل‌های گوناگون کودکانه محروم خواهند ساخت. طلب شدید کردن جزا برای جنایت‌ها به ضد دخالت‌ناپذیری جنسی کودکان به خصوص سال گذشته در پی آشکار شدن چندین مورد تجاوز به ناموس کودکان خردسال و انجام حرکت‌های بد نسبت به کودکان بلند شد و در واکنش به این طلب‌های رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه رستم امامعلی هنوز ماه اپریل سال 2022 خواستار وارد کردن تغییرات به قانونگذاری و سخت‌تر کردن جزا نسبت به پدافیل‌ها شده بود. در تاجیکستان سال 2004 اجرای حکم قتل مراتوری جاری کرده شده است و برای تجاوز به ناموس کودکان همچون جزا حد اکثر حبس عمرباد پیش بینی شده است. اما در جامعه طلب‌های صدا می‌دهند که در تاجیکستان باید حکم قتل را برای برخی جنایت‌های خیلی سنگین از جمله نسبت به افرادی که به ناموس کودکان خردسال دست درازی می‌کند باید برقرار کنند. بلاگر جوان تاجیک منیژه امیدالله شام 28 نوامبر سال 2023 با نشر یک ویدیو در صفحه‌اش در اینستاگرام تحت عنوان تنظیم عنعنه به منفعت ما و شماست سبب به کمیته دین و تنظیم و رسم و آیین دعوت شدنش را شرح داد. او اعتراف کرد که در حقیقت در توی عروسی خواهرش به خطاگی راه داده است. منیژه در این ویدیو میگوید: سلام دوستان عزیز، چخاله که دیدستین یک دو روز اخیر نشری نواری توی خواهری مرا چخه مدت توی شمشیر موندیم و پول جمع کردیم. بعد همین نوارها مرا متخصصین سوهای دین و تنظیم عنعنه دعوت کردن، با ما هم صحبت شدن، فهموندن، حتی پروتکلم کردن و در وقتی هم صحبت شدن ما خطاگی خود ما فهمیدم. ما خیلی پشیمان هستم و گفتنی هستم که بیاین همه کسا تنظیم رعایت میکنیم و این کاری که عملی که ما کردم یگان تا شما تکرار نکنیم. ما شما را توصیه نمیتیم دوستان عزیز. ما ای کار کردگی خودم خیلی پشیمان هستم و بسیار رحمت به متخصصین سوهای تنظیم که با ما فهموندن و گناه خودمون فهمیدیم، پشیمان هم شدیم و در حقیقت رسم و آیین خودمون تاجیکانه خودمون مقصد رسم آیین بیگانه در کار نیست. و دوستان عزیز، قانون تنظیم در حقیقت برای منفعت همه ما و شما، برای همه بیاین همه کس رعایت میکنیم. کمیته دین و تنظیم و رسم و عنعنه‌های تاجیکستان روز 28 نوامبر سال 2023 خبر داده بود که منیژه امیدالله بلاگر جوان تاجیک برای تبلیغ یک عنعنه برای مردم ما بیگانه در توی خویشاوندانشان به مقامات دعوت کرده با صحبت گذراندند. اخیراً در یک ویدیویی که در اینترنت نشر میشد دیده میشد که خویشاوندان طرف عروس در راه درآمد داماد به حجره عروس را با شمشیر بسته از او تقاضا میکنند که اول دم این شمشیر را با پول پر کنند و داماد زیر کفکوبی ها از جیبش پول برآورده در دم شمشیر تا پر شدن آن آویزان میکند. کمیته دین در واکنش گفت اخیراً توسط شبکه‌های اجتماعی نوار پهن گردید که در آن شهروند نظر و منیژه در مراسم خانه‌دارشوی یکی از پیوندانش با استفاده از اصولهای برای فرهنگ ما بیگانه از اشتراکداران مراسم مبلغ جمع کند. وابسته به حالت مذکور روز 27 نوامبر سال روان شهروند نظر و منیژه برای صحبت با نماینده مقامات وکالتدار دعوت کرده شد. نام برده با درک طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان از کردار خود صدقاً پشیمانی نموده ابراز داشت که از کرده خود پشیمان است و به دیگران نیز مصلحت نمی‌دید که چون این کردار برای مردم ما بیگانه را هنگام دایر نمودن جشن و معرکه ها عملی کنند. کمیته دین افزود که نسبت به نظر و منیژه در دایره طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. خود منیژه امیدالله که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال است تا حال به خبر کمیته دین واکنش نکرده است و معلوم نیست که آیا او در حقیقت اظهار پشیمانی کرده است. این هم معلوم نیست که آیا بر اساس قانون تنظیم چه جزایی را نسبت به او روا خواهند دید. کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم همچون جزا جریمه های انگفتی را که از 3400 سومونی سر می شود پیش بینی کرده است، ولی این جریمه ها اساساً برای دعوت شماره بیش از 140 یا 150 میمون
و بیش از 3 ساعت مقرر شده دایر کردن معرکه ها بدون شرطنامه، هنرنمایی کردن هنرمندان و امثال این را استفاده می شدند تا کنون درباره یگان مورد مجازات شهروندان برای استفاده از عنعنه‌های برای مردم تاجیک بیگانه خبری به دست نرسیده است. منیژه امیدالله برخی از عکس و ویدیوهای از توی خویشاوندانش را در صفحه‌های خود نگاه داشته است، ولی اون ویدیوی جنجالی با شمشیر بستن روی داماد را پاک کرده. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. تحقیق از تاجیکستان برای 3 سال به اورال آوردند. بعد 3 سال آن را باید به تاجیکستان برگردانند. دیمیتری گیمرانوف میگوید اکنون آنها باید باز چند روز دیگر را صرف کرده، همچنان با احتیاط تمام کاسه‌خانه سر را از پلیانک جدا کرده از نو با شیرش سختش کنند. عالمان میگویند کاسه‌خانه سر اشتر بوستونی در خود معلومات مهم بیولوژی دارد، هم درباره آن که اشتر بوستونی چه غذایی را میخورد، هم درباره اینکه اشتر نرینه مودینه چقدر از هم فرق میکردند، حجم مغز سرش چقدر بود، سر اشتر با گردنش چگونه وصل میشد. برای این کاسه‌خانه سر را باید توسط کامپیوتر توموگرافی کرده ساختار مغز سر اشتر بوستونی، ساختار بینی و جوغ و دندانهایش را بیاموزند. دیمیتری گیمرانوف میگوید اشتر بوستونی نیز تقریبا امثال اشترهای امروزه است، ولی جوغ و دندانهایشان شاید فرق کنند. به عقیده عالمان 2.5 میلیون سال پیش اقلیم قلمرو تاجیکستان امروزه فرق میکرد و بیشتر به دشت‌های افریقایی شباهت داشت. وادیم تیتوف کارمند مرکزی علمی شعبه جنوبی اکادمی علوم‌های روسیه و یکی دیگر از عالمانی که در دریافت این کاسه‌خانه سری اشتر بوستونی اشتراک داشت میگوید اشتر بوستونی در پشت خود کوزه نداشت، زیرا در آن حد اشتران همیشه غذای کافی پیدا میکردند و به ذخیره کردن غذا برای مدت طولانی نیاز نداشتند. درباره اینکه در حد بوستونی اقلیم تاجیکستان امروزه دیگر بود، بازیافت‌های دیگر از همان موضع قرقسوی نیز شهادت میدهند. رستم مرادوف مدیر شعبه پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علوم‌های تاجیکستان میگوید چون این تحقیقات در تاجیکستان و افغانستان در کوههای ایسور و درواز و پامیر، هند و کش از سالهای 60 عصر گذشته به این سو ادامه دارند. موضع قرقسوی در نزدیکی بلجوان یکی از معروفترین مکان‌هایی است که در بستر خاکش بازمانده‌های عالم نباتات و حیوانات چندین میلیون سال پیش نهفته‌اند. رجب و بیبی عایشه پرویزونا سال تولدش 2010 صبح 28 نوامبر سال 2023 ساعت 6:30 از خانه برآمده بی‌درک شده است. تقریبا بعد ساعت 7:00 بیبی عایشه را در اطراف در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 27 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 21:40 هنگام در داخل مرکز سودای عالم گوشت واقع در کوچه جبو رسول شهر دوشنبه قرار داشتنش به یگان اساس اساسیات افباشی با نابالغ 15 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده از بالای یخدان یک عدد کارد خوجگی را گرفته به سوی جبر دیده هوا می‌دهد. در نتیجه جبر دیده در قسمت قفس سینه از طرف چپ جراحت جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 27 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که از ماه دکامبر سال 2022 تا ماه مارس سال 2022 مرد 38 ساله ساکن همین شهر با روی فریب به باوریشان در آمده از او 700,000 سومانی گرفته وعده داده است که تجارت فروش محصولات خوراکواری او را وسیع می نماید، اما وعدهش را اجرا نکرده مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در نوحه شومنصور عریضه مرد 51 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه ایول سال 2023 در کوچه عینی پایتخت مرد 54 ساله و 37 ساله ساکنان شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او ماشین تمغه تویوتا کامری 3 را به مبلغ 145,000 سومانی نرخ کرده گرفته وعده دادند که در مدت کوتاه مبلغش را به پورگی برمیگردانند، اما تا حال پول صاحب ماشین را ندادند. همین طریق ضمن برگزار نمودن
چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 47 ساله ساکن نوای دیوشتیج با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 26 سپتامبر سال 2023 با راه فریب به باوری زن 47 ساله ساکن نوای مذکور در آمده با بهانه در خانه‌اش موجود بودن سر و جادو 100 سامانی و 3000 روبل روسی این زن را گرفته به احتیاجاتش صرف نموده است. اوید بین حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.